بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر، برنامه راه‌های پاکسازی قلب را ادامه می‌دهیم و در برنامه‌های گذشته درباره اهمیت پاکسازی قلب صحبت کرده بودیم. همچنین درباره که دل‌های ما و شما چند خیل میشه و چند نوع دل‌ها هست صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که دل سالم می شود، دل پاک می شود یا دل زنده می شود گفتیم. همچنین دل مرده می شود و یا دل بیمار می شود گفته بودیم. و همچنین درباره نشانه ها و علامت های دل زنده صحبت کرده بودیم و انشاءالله امروز درباره نشانه های دل سیاه، دل تاریک و یا دل مرده صحبت می نماییم. پیش از آنه که به صحبت آغاز نماییم، هر یکی ما و شما صدقاً خود را سوال کند که آیا من الان حاضر اگر بمیرم به نزد پروردگار با کدام دل می روم؟ با کدام دل ما و شما زنده می شویم و پروردگار را ملاقات می کنیم؟ الله سبحانه و تعالی را دعا کنیم که الله ما و شما را زنده دل و دلهای نورانی و پاکیزه گرداند. و چنانه که گفتیم امروز درباره نشانه ها و علامت های دل سیاه و تاریک و دل مرده صحبت می نماییم. مالک ابن دینار تابعی بزرگوار رحمت الله علیه می گویند: ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب. بنده از همه مصیبت وزنینی که داده می شود این سنگ دلی است. وقتی دل بنده، دل انسان می میرد و تاریک می شود، از همه وزنین ترین مصیبت برایش است. از مردن بدن هم مردن دل وزنین تر و این مصیبت شدیدتر است. و بیایید شروع کنیم به نشانه های نفرهایی که دلشان مرده است. و دلهای مرده این دلهای کافران و دلهای شخصان منافق است که دلهایشان تیره و تاریک شده است و مرده است. اولین نشانه دل مرده این بیکار شدن تمام حسیات انسان است. در صحبت گذشته چنانه که گفته بودیم، بنده مؤمن هر چیزی که نظر میکند به چشم عبرت نگاه میکند، اما انسان مرده دل یگان چیز را دیده نمیتواند و سخن حق را شنیده نمیتواند، حقیقت را دیده نمیتواند و یا حقیقت را گفته نمیتواند. حقیقت برایش باطل میتابد و سخنهایش همه باطل می شوند. و الله پناه دهد چنانه که در آیه مبارکه می گوید: قل ارائیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یأتیکم به. یعنی خداوند می فرماید بگو اگر خداوند چشمان شما را گیرد، گوشهای شما را بگیرد و بر قلبهای شما مهر بزند، بجز الله تعالی باز کی میتواند آنها را برایتان برگرداند؟ و معنای گرفتن الله، چشم را گرفتن و گوش را گرفتن در این آیت کریمه معنای آن را ندارد که انسان کور و کر می شود، بلکه کور و کر از دیدن حقیقت می شود. و هر آن چیزی که در این دنیا هست، بنده مؤمن، انسان زنده دل به چشم عبرت نگاه می کند و به گوش عبرت می شنود، اما انسان مرده دل آن را دیده نمیتواند، توان دیدن حقیقت ندارد. ظلم برایش عدالت میتابد و عدالت برایش ظلم میتابد. و چنانه که الله سبحانه و تعالی باز در آیت دیگر میفرماید: الذين كانت اعینهم في غطاء عن ذکری و كانوا لا يستطيعون سمعا. کسانی که چشمان آنها را پرده گرفته بود، آنها حقیقت را دیده نمیتوانستند و شنیده نمیتوانستند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک خود میفرمایند: ویل لاقماع القول. ویل باد، وای باد بر کسانی که سخن را میشنوند و بر آن عمل نمیکنند. و چنانه که معلوم است ویل وادی از وادی های جهنم است. همچنین یکی از نشانه های دل مرده این ویران شدن طبیعت پاک انسان. انسانی که فطرتش پاکیزه است،
چنانکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها، آن فطرت پاکی که الله بر آن شما را آفریده است. میگوید الله ما و شما را بر یک فطرت و طبیعت پاکیزه آفریده است که انسان فطرتا حقیقت را دیده میتواند و درک کرده میتواند. اما انسان مرددل فطرتش و طبیعتش ویران میشود، یک چیزی بد رو خوب میبیند. مثلا یک انسانی که دلش مرده است، شرابی که طبیعت پاک آن را بد میبیند، انسان طبیعتا نفرت میکند، شراب را بسیار دوست میدارد، مینوش شده است، دیگر دلهایش مرده است و همون شراب را بسیار دوست میدارد. و یا وقتی طبیعت انسان خلالدار میشود و ویران میشود، نعوذ بالله زینایی که حرام است و زینایی که طبیعت پاکیزه با آن نفرت دارد، به زنا میل و رغبت پیدا میکنند. اما نکاحی که الله سبحانه و تعالی آن را حلال و پاکیزه گردانیده است، با آن میل و رغبتی ندارد. و همچنین ما میتوانیم مثال های زیاد بیاریم. چنانکه که ابن تیمیه رحمت الله علیه میگویند فطرت پاک آن فطرتی که یک چیز خوب را دوست می‌دارد و چیزی بد را بد می‌بیند. عدالت که چیزی خوب است آن را دوست می‌دارد و ظلم و ستم که چیزی بد است آن را بد می‌بیند. اما انسانی که فطرتش ویران شده است، طبیعتش ویران شده است، ظلم و ستم برایش همچون عدالت می‌تابد و از همین ظلم و ستم پشتیبانی می‌کند و دفاع می‌کند. و تمام گناه ها را ما مثال آورده میتوانیم و چیزهای پلیدی را ما مثال آورده میتوانیم. انسانی که طبیعتش ویران شده است، ربا خوردن را، ربا را دوست می‌دارد. اما راه‌هایی که انسان با راه حلال پول به دست آورده میتواند، با آن میل و رغبتی ندارد. بعضی که از نشانه‌های دل مرده و دل تاریک و سیاه این خرسند شدن با گناه است. انسانی که دلش مرده است، حتی گناه های گذشته هش هم باشد، وقتی به یادش میبیارد با شوق و ذوق به یادش میبیارد، نعوذ بالله، و در گناه چنان غوطوار رفته است که نعوذ بالله وقتی گناه میکند و معصیت میکند خوشحال میگردد، زیرا اینکه دل او مرده است. و چنانکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. یعنی الله میگوید شما هرگز گمان نکنید آنهایی که با کردن گناهشان، با آن گناههایی که میکنند خرسند و خوشحال میشوند، آنها از عذاب الله حق سبحانه و تعالی هرگز نجات نمییابند. ولهم عذاب علیم، و برای آنها عذاب بسیار دردناک و المناک خداوند آماده کرده است. و خداوند عذاب المناک و دردناک را در قرآن کریم 2 یا 3 مراتب ذکر کرده است و یکی از آنها در همان نفرهایی که با گناه کردن خوشحال میشوند. الله پناه دهد. و چنانه که عالمان میگویند خوشحال شدن با گناه وزنینتر و بدتر است از خود گناه. از خود گناه دیده خرسند شدن قلب همون نفری که دلش با نفاق پر شده است بدتر است در نزد پروردگار. و همچنین یکی از نشانه های انسان مرددل این بازیچه شیطان شدن. وقتی انسان دلش میمورد بازیچه شیطان میشود. شیطان به کدام راهی که خواهد آن را میبرد. حتی انسان نعوذ بالله الله پناه دهد گمان میکند که او بسیار خداترس و با تقوا است، ولی شیطان او را بازی میداراند و یک گناه کبیره را برایش همچون یک عبادت بزرگ نمایش میدهد. یعنی عقیده او و فکر و اندیشه او تماما ویران می شود. ببینید مثال میبیاریم. ابن ملجم، عبدالرحمن ابن ملجم یک شخص در زمان حضرت علی
رضی الله عنه بود که یک زن را دوست می دارد. وقتی به خواستگاری می رود او زن می گوید مهر من 3000 تنگه است و همچنین قتل خلیفه مسلمان ها علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. وقتی تو علی رضی الله عنه را میکشی مهر مرا پرداخت میکنی و من راضی میشم که با تو ازدواج کنم. ابن ملجم خودش را یک انسان بتقوای خدا ترس میگرفت و در حال راضی میشود و در کشتن علی ابن ابی طالب یک انجام دادن عبادتی بزرگی را میشمارد و حساب میکند و بالاخره علی رضی الله عنه را وقتی به نماز بامداد میرفتند به شهادت میرساند و تا لحظه آخرش گمان میکرد که او یک کاری بزرگی را انجام داده است. خود را مسلمان میپنداشت. وقتی او را به قتل رسانیدند میگفت که زبان مرا مبرید که من طاقت ذکر نکردن خداوند را ندارم. تا این حد عقیده هاش و فکرهایش از سبب تیره و تاریک شدن قلبش ویران شده بود که یک گناه کبیره، گناه بزرگ رو عبادت بزرگ می حسابید و خود را مسلمان حساب میکرد. و امروز ببینید که در جامعه دیده می شود چنین نفرها و سبب ویران شوی عقیده ها، سبب کج رفتن عقیده ها و فکرهای و اندیشه های امروز بعضی جوان ها همون دل آنها سنگدل شده است و دلشان مرده است. بعضی نفرها رو میبینی که در کافر گفتن یک جامعه مسلمان شتاب میکنند و پروایی ندارند. هر نفری رو باید خطاگی که در نظر او است میگوید کافر شد، او کافر است، فلان کافر است و همه برای او کافر است. و الله پناه دهد چنین نفرها بازیچه دست شیطان شدند و شیطان هر راهی که میخواهد آنها را کشاله میکند و میبرد. و همچنین یکی از نشانه های دل مرده این گریه کردن به یک چیزهایی که ارزش گریه ندارد یا گریه خاری و ذلیلی است. چنانه که ما در صحبت گذشته گفته بودیم یکی از نشانه های شخص زنده دل این بسیار گریه کردن است و گریه رسول الله صلی الله علیه و سلم را مثال آورده بودیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چشمهایشان همیشه نم بود، اشکهایشان همیشه جاری بود و همچنین صحابه ها را گفته بودیم. اما در این مثال ما گفته میتوانیم که نفری که گریه میکند یک گریه‌ای که نعوذ بالله گریه‌ای که به مرد نمیزیبد. مثال امروزها ما میبینیم که بعضی جوانها از سبب ترک کردن معشوقه، از سبب نمیدونم بعضی مشکلات دنیوی گریه میکنند و این پسترین گریه است و نشانه مردن دل است که مرد با ایمان، مردی که دلش زنده است، بجز از ترس الله و بجز از شوق الله هرگز دیگر با او دیده نمی شود که او گریه کنه. برعکس این نشانه خواری و ذلیلی همون انسان است. حکایه میکنند که وقتی دشمنان اسلام به یکی از کشورهای مسلمان ها هجوم کردنی می شود، اول جاسوس های خود را روان میکنند و ببینند که مسلمان ها در حالت قوت هستند. میگوید حالا وقت هجوم نآمده است و بار دیگر بعد چندین سالها و بعد آنی که جوانهای مسلمان ها ویران می شود باز جاسوسی خود را روان میکنند و جاسوس در کوچه های آن کشور مسلمانی میگشت و یک جوانی را میبیند که گریه کرده ایستاده است. به نزدش نزدیک میشود، میپرسد که غمگین هستی؟ گریه میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ آن جوان میگوید که امروز معشوقه من، امروز دوست داشته من شوهر کرده ایستاده است و من بسیار غمگین هستم و دنیا برای من تنگ است و در چشمان من یگان چی نمیفارد. دشمنان اسلام میگویند الان وقت هجوم کردن رسید. وقتی امت اسلامی در حالت غمگینی است، وقتی امت اسلامی یک قضیه های بزرگی دارد، جوان ها را میبینی که با یک هوای و هوس مشغول هستند. یا جوانی می نویسد که استاد
من فلانی رو دوست میدونم، پدرش به من راضی نشده ایستاده است یا پدر و مادرم نگفته ایستاده است یا فلانی یا بیسمدان. یعنی هم غمش چنان شده است که چنان پس رفته است که به یک چیزهای ناچیز غمگین میشود و گریه خواری و ذلیلی دیده میشود. الله پناه دهد. همچنین یکی از نشانه های دل تاریک این وقت نام الله و یاد الله ذکر کرده می شود دلش تنگ می شود و نفرتش زیاد می شود. الله پناه دهد. چنانکه که الله سبحانه و تعالی می فرماید و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. هنگامی که الله با یگانگی یاد می شود، توحید الله یاد می شود، آنهایی که دلشان مرده است آنها متنفر می شوند. آنهایی که به آخرت ایمان ندارند آنها نفرتشان زیاد می شود. ببینید نفرهایی که از انسانهای متدین و از انسانهایی که آنها خدا ترس هستند نفرت دارند. برای چی؟ برای اینکه دل آنها مرده است. حتی از دیدن مسجد، از دیدن نمازگزاران، از دیدن یک خواهر با ستر و با حجاب نفرت آنها زیاد می شود. و سبب این چی است؟ سبب این مردن دل آنها است و تنگ و تاریک شدن قلب آنها است. الله پناه دهد. و این بود بعضی از نشانه های دل مرده. البته نه همه این نشانه ها را ما ذکر کردیم، بعضی از آنها را ذکر کردیم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را نگه دارد از اینها و الله سبحانه و تعالی دلهای ما و شما را پر از ایمان و پر از نور هدایت گرداند و الله سبحانه و تعالی دلهای ما و شما را از سنگ دل شدن و از تنگ و تاریک شدن خودش نگهبان باشد. و انشالله در برنامه های آینده درباره سبب ها و یا عمل هایی که دل ما و شما را سنگ دل می کند و دل ما و شما را می میراند انشالله صحبت خواهیم کرد. تا برنامه آینده الله نگهبانتان.